پسرم من برگشتم خونه. وای چقدر بابا تشنمه. چقدر زود اومدی؟ به چی دست نزن الان میام. من با تو چیکار دارم که بخواید بیای؟ آها آب یخ. بابا اون آب نبود بابا. پسرم این چی بود؟ روی اوپن هر موقع بطری گذاشتم روشو حتما بخونش. آبا رو بذار تو یخچال فاسد میشه گفتم بهت. من میترسم آخرین تصویرت از من یادم لاشی بمونه. بذار منم بخونم. نمیدونم که بد مزه بود واقعا یا که من باید میخوردمش با تمشک. تو برام یه سوال غمگینی که 100 بار خوندمش. ما تا رو زاییدیم یا ریدیم آخرش. کنارتم بابای خوبم، خداحافظ محمد جونم. بگو که تا بدونم مزه داری؟ میشینیم ما کنار هم باز یه روز خوب تو فرداست. قسم به عشق من که الان مزه داری؟ کنارتم بابای خوب. هر چی داری آهنگ میخونی؟ میگم دارم پاره میشم. مزه بده. من همیشه سیگ میخورم. نمیخواد. من خودم کریسمس با طعم بابلگام شد دارم. تازه روش عکس لبوبو هم داره. بابا تو باید با دوغابلی بخوری یا گذشته ها گذشته. به پواسم یه دونه یونیکورنش هم بگیر.